سلام. باز خانم مادره. ها چی بود؟ یکون چیز تیار کن خوره مخی. از گرسنگی مردم. اینها را من به تو بیام. باید تو خودت به گفتن من تیار کنی. بلا زند همین زندگی را. وقتای اخیر با خونه مادرت زود میرفتگی شدی. تنجی است؟ مادرم بیمار است، چی کنم؟ در 5 سال زندگی ما وقتای اخیر رفتارای عجیب داری. با فکر من تو رفتار عجیبی داری. چند سال شد توی ما با من نگو، من خودم نغز میدونم که چند سال شده است. پیش از خوراک رو تیار کردن زهر تنه هم کردی. بابا جان یکون چی خوردنی هست؟ خودم نمیشم. با دوگانم جنجال شدی چی؟ من دور شوخی ندارم. بیا یافت میشود. ما علش میگویم. خیر. سلام علیکم اکا. سلام علیکم. بگیم برادر. اکا از همون گل‌های یگانه دیگه همین گالانتیکا ایست؟ بله. مرحبا برادر. چند پول میشود اکا؟ 20 سومونی. بله. خوش آمدید برادر. رامان اکا.
خدایا یگان زن مرا هم مثل همین دوست نداشته باشد. در نیمه راه زندگی موندم. یک طرف معشوقم، طرف دیگر باشد همسرم. چی کنم؟ سلام دوستان. سلام. چخیر؟ کارهایت خوب؟ ناز رحمان. در کجایی؟ باید نزد دویم. من بله بیرون من در جای کار. خوب مایلش. مایلش کدوم؟ خوب. بیا سلام علیکم. سلام بیا اکای سو چخیر شد؟ خیلی خوب نفس رحمان کنی اکای گذاروز دورا شد کنی گذاشیم خونه هم اساس فرزند میشم اکای یوسف بله با یک مثلا نزد شما آمدم. کنی گذار چی مشکلی داره؟ اکا یک معشوقه دارم. میخوام که معشوقم رو بسنجم که در حقیقت مرا دوست میدارد یا اینکه نه. او معشوقه داری غیر همسرم؟ بله دارم اکا دارم، اما میخوام که بسنجم که در حقیقت مرا دوست میدارد یا اینکه نه. با من یگان کمک رسون نمیتوانید کنم. بیماری زیاد نمیخواد بیماری رو باری اول ببینم. خب یا فکر میکنین؟ اکا جان التماس بسیار در حالت وزنی قرار دارم. یه باشه یک کار میکنی تلفون دارو بیه تلفنم رو؟ تلفون دارو بیه رقم هایش رو بیه رقم های معشوقم رو؟ معشوقه داره سلام الو احسان کجا شدی؟ یک ساعت شد خوراک خنک شد. لطفاً آرام باشه. من دکتر شعبه جراحی از استقلال. این کس دست صدمه دچار شده است و هر دو پایش را از دست داده است. در تلفنش رقم وارداتی اخیر اون رقم از شما بود. شما میتوانید که به بیمارخانه آمده بیمار رو معاینه نمایید. ببخشید ما تنها شناسیم، من نمیتوانم، اما در تلفنش ببینید رقم های زنش هست، به او زنگ زنید. لطفا رقم های من را از اونجا پاک کنید. تو نمیدانی من تو رو چقدر دوست میدارم. حتی دنیا را به تو تصور کردن نمیتوانم. تو ذهن شدن نشن یا کاری که سر کردیم با انجام رسونیم. یعنی چی خیر؟ بیا یک باره به همسرت زنگ زنیم از اون میپرسیم. با همسرم طول یک هفته می شود که در خونه قریب هر روز جمع، یعنی بینمون اونقدر سوز نیست، مناسبتمون سوز نیست و انیق نمی آید. چی فکر میکنی که
دلش سوخته دویده میآید. نه جورا، این خیلی نیست. همسر از معشوقه فرق میکنه. اگر هر کاری که نکنه، همسر یگانه در قلب شخص این تو هستی. این اویله هست. یک سنجیده میبینیم. هر چی که خواهید در همونجا بینید رقم خونه هست. درست پیش تماس گرفته است. الو؟ سلام ینگه. این من یوسف سر دکتر. سلام وکای دختر. ینگه یک چیز رو با شما باید فهمونم، فقط آرام باشید لطفا. با احسان یکم چی شده است؟ بله با احسان و متاسفانه به صدمه دچار شده است و در حالت کم است. من حاضر میایم اکا جان. حاضر. خودش میبینید. با فکرم که نمیآید. دوستان صبر میکنی میبینیم. وقت همش رو نشان میده. لیکن من باور دارم که نمیآید. میبینیم. ینگه آمد. در جایت خوب کن. خود ما ینگه رو پیشواز میگیرم. آمد. تو بپوشد و باز کن. خوب. احسان جان. احسان جان. عزیزکم به خدای جانم شوی. مرا ببخش که تو رو ناراحت کردم. مرا ببخش که به تو دروغ گفتم که به خانه مادرم رفتم. احسان جان، هفته گذشته زنی به من زنگ زد. به من گفت که این شوهرت با من رابطه دارد. برای همین من خیلی ناراحت شدم و به جایهای خاطره داشتم گشت و گذار میکردم برای آرامش دلم. احسان جان بخورد آی عزیزکم. عزیز تو من رو ببخش. من محبت های تو رو قدر نکرده دنبال هر کس و نوکس رفتم. تو همه رو ببخش. خوب جوری بود.